از نعیم محسنی. نعیم، من یه تیشرت بیسیک مشکی گرفتم که آویزون کردم. خیلی برخورد پرسنلشون بد بود و دلم میخواد که اینو حتما جلوی دوربین بگم. انقدر برخورده، یعنی خود این خانم محسنی هم توی مغازه بودن و خودشون شاهد این بودن. حتی من انقدر که تعجب کردم که مثلا داشتم نگاه میکردم که ببینم اوکی تو خودت صاحب برندی و انقدر داری میبینی مثلا پرسنلت اینطوری رفتار میکنن و انقدر به رو خودت نمیاری، این اصلا درست نیست. من از دانشگاه رفتم پارک سنتر اگه نمیدونین یه دو مرکز خرید، میدونی این مثلا حالا بچه‌ای که مثلا نیستین ایران یا هرچی، یه دو مرکز خرید توی سمت اونور فرمانی است و خب توش مثلا چند تا برندهای مثل مهنوش‌صانعی، دو تا رستوران خیلی خوب داره و کلی مغازه ها و مثلا گالری های حالا کمی لوکس داره. حالا واقعا مهنوش و نعیمه به نظر من لوکس محسوب نمیشن، خوبن، خیلی لاکچری محسوب